سلام میکنم. میخوایم ببینیم که رابطت با کیس احساسیت چطور میشه. خب ببینید، اینجا من براتون میبینم که این آقا یه گارد گرفته، یعنی اینکه اشتباه خودش رو نمیپذیره، میخواد در واقع حرف خودش باشه. هنوز روی حرفایی که زده پافشاری میکنه. اگر که شما حس کردین خیانتی کرده، اگر شکی بش کردین، این آقا هنوز نمیخواد بپذیره و داره سکوت میکنه، حرفی نمیزنه، اصلا موضعش معلوم نیست و یه جورایی میخواد اینجوری باشه که شما خودتون بگین که آره دلم تنگ شده و برگرد، و این در واقع به معنی شکست تمام اون شکاییه که کردید هست و خودتونم میدونید که به جا شک کردید. ولی این آقا داره یه جورایی بازی در میاره، داره این کار رو میکنه که شما رو مقصر جلوه بده، ولی شما نباید وارد این بازی بشید و نباید از اون در واقع حرفی که دارید کوتاه بیایید. خب این حواستون جمع باشه و همچنین با به قولن سکوت، بد اخلاقی یا با اینکه اصلا حرفی نزنه، داره یه مقدار فاصله رو حفظ میکنه، میخواد شما از صرافت حرفاتون بگذرید. اینجا من براتون میبینم که یک صحبتی میشه، یه حرفی میشه، یعنی با اینکه حس میکنه اشتباه کرده ولی از اون ورم نمیخواد تو رو از دست بده و یه صحبتی بینتون میشه، حالا در حد اینکه سلام چطوری، در این حد. و شما میتونید این به قولن بند رو بگیری و ادامه بدی. اگر که میخواین رابطتون حفظ بشه میتونید ادامه بدید، ولی باز هم داره اینجا روی Seven of Swords میگه که باز هم اگر که شما خب بیاین بگید که فلانی مثلا شما این اشتباه ها رو کردی، این حرفا رو زدی، باز سکوت، باز مرحله سکوت اجرا میشه. یعنی انگار شما تو این رابطه اینجوری باید باشین که حرفایی که قبل حالا بهش زدین، اون شکایی که کردین، گفتین من به شما اینقدر شک دارم، اینا رو باید بذارید کنار، دوباره انگار از نو با ذهن نو وارد رابطه بشین. حالا اگر که میتونین اوکی، خیلی عالی، اگرم نه که هیچی، بستگی داره که خودتون میخواین چه کار کنید. یه غرور کاذبی این آقا داره که خیلی زیاده و انتظار داره همه بیان نازشو بکشن با اینکه اشتباه کرده، یعنی خودش اشتباه کرده ولی جالبه که خودش هم نگاه کنید الان روی Four of Cups میگه خودش اشتباه کرده ولی خودش هم نمیخواد مسئولیت اون کارشو بر عهده بگیره. در آخر میپذیره قطعا، نه اینکه مسئولیت کارشو، ولی با شما بودن رو دوباره انتخاب میکنه. ولی این انتخاب، اینو میخوام بهتون بگم، به معنی این نیست که کلا میپذیره که هر چی که حالا گفته تا حالا و هر کاری کرده اشتباه بوده. انگار میخواد اینو بگه که من اشتباه نکردم، شما اتهام زدید و حالا جالبه برای رفع اون اتهام یا برای رفع اون مشکلم کاری نمیکنه، ولی در نهایت به شما برگشت داره و حالا وقتی که برگشت میتونید دوباره این بحث رو ادامه بدید، دوباره برمیگرده روی این کارت، یا اینکه دوباره از اینجا ما ببینیم که چه خطی سیر میشه. بچه‌ها اگر که فال شخصی میخواین در واتساپ بنده پیام بزنید و لایک و زنگوله فالو همه این کارا رو هم انجام بدید که من حمایت بشم و بیشتر انرژی براتون بذارم.